کسی که صبر داشته باشه همه چیز داره، کسی که صبر نداشته باشه هیچ چیز نداره. بعضی علما میگه روح نفس انسان که است مرکب انسان است، یعنی سواری است که از انتقال پیدا میکنی. یا انسان را امین نفس بر بهشت میبره یا انسان را به جهنم میبره. و افسار ازی یا امین جلب ازی که است، ریسپان ازی که است صبر است. اگر ما نفس را رها بگذاریم یا آزاد بگذاریم ما را به جای میکشه که خود نفس میخواه، یعنی بر جهنم. بنان صبر واژه‌ای است که در قرآن بیشتر ذکر شده و بر ما و شما تاکید شده. اگر ما بخوایم آیت ها را بگوییم، الله مثال میگه که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کسی که صبر میکنه پاداش و اجرش بدون حساب است. اگر ما مثال عبادت بکنیم یک برده بر ما اجر پاداش داده میشه. اگر صدقه میتیم از 1 تا بر 70 بر ما اجر پاداش داده میشه. اگر ما صبر میکنیم در مقابل سختی ها، الله متعال اجر بدون حساب بر ما میده. بسیار ارزش است.